سلام دوستان، من جواد ضبیعی هستم از شرکت ریمکس هالمارک و با گزارش کامل بازار املاک تورنتو و اطراف تورنتو در ماه مارچ 2025 در خدمت شما هستم. بهار از راه رسیده و بازار داره کم کم گرم میشه، اما امسال فقط آب و هوا نیست که تغییر کرده، بازار مسکن هم در حال تغییره و انتخابات فدرال پیش رو میتونه نقش بزرگی در آینده بازار داشته باشه. بیایید نگاهی به آمار اصلی وضعیت بازار در مارچ 2025 بیندازیم. در تورنتو و اطراف تورنتو حدود 5000 معامله خونه صورت گرفته که نسبت به مارچ پارسال 23% کاهش شده. تعداد لیستینگ‌های جدید 13000 مورد حدود 28.6% افزایش یافت. قیمت میانگین $1,093,000 که حدود 2.5% نسبت به پارسال کاهش داشت. این یعنی خریداران انتخاب‌های بیشتری دارند و قیمت‌ها کمی نرم‌تر شده. نرخ بهره هم داره پایین میاد، یعنی پرداخت‌های ماهانه برای خیلی‌ها قابل مدیریت تر میشه. اگه قصد خرید دارید الان زمان مناسبی، هنوز رقابت زیاد نیست و میتونید با قدرت چونه‌زنی بالاتری وارد مذاکره بشید. اگه فروشنده‌اید در بازار فعلی بسیار مهمه که قیمت گذاری دقیق، آماده سازی نرخ و بازاریابی حرفه‌ای داشته باشید تا نرختون به چشم بیاد و به قیمت بالاتر فروخته بشه. و اما در ارتباط با انتخابات فدرال و تاثیر آن بر بازار، با نزدیک شدن به انتخابات سیاست‌های مسکن در مرکز توجه قرار گرفت. بیایید نگاهی بندازیم به دو رویکرد اصلی. برنامه پیشنهادی پیر پالیوت رهبر حزب محافظه‌کار چی هستش؟ یکی حذف مالیات 13% برای خونه‌ها تا ثبت $1,300,000 برای همه خریداران، افزایش ساخت و ساز از طریق بخش خصوصی، کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به روند اخذ مجوزها، حذف برخی برنامه‌های فعلی مثل هاوسینگ اکسلراتور اینا هستش. و اما برنامه پیشنهادی مارک کارنی رهبر جدید حزب لیبرال، راه اندازی آژانس‌های فدرال برای ساخت مسکن روی زمین‌های دولتی، سرمایه گذاری در ساخت خانه‌های پیش ساخته پریفب برای کاهش هزینه‌ها، معافیت 13% GST فقط برای خریداران اول تا سقف $1,000,000، تمرکز برای توسعه طارم‌ها و مسکن اجتماعی، محدودیت موافقت مهاجرت تا زمانی که عرضه مسکن سقوط کند. هر دو روی افزایش عرضه تمرکز دارند، اما راه‌های متفاوتی رو دنبال می‌کنند. یکی به بازار حاضر اعتماد داره و دیگری بر سیاست‌های دولتی تمرکز می‌کنه. در همین حال نرخ بهره در حال کاهشه، ولی با توجه به اینکه تا سال 2026 حدود 60% از وام‌ها باید تمدید بشه، فشار مالی هنوز حس میشه. اگه قصد خرید، فروش یا سرمایه گذاری دارید، الان زمان بسیار خوبی برای بررسی گزینه‌هاتونه. با من تماس بگیرید، من اینجام تا با مشاوره شفاف و حرفه‌ای شما رو در این مسیر راهنمایی کنم. سوالی داشتید لطفاً با من در تماس باشید.